هدف تجمع ما شما این بود که متاسفانه طبق روال معمول ظالمانه علمای ما از طرف نهادهای امنیتی بدون موجب شرعی، بدون موجب قانونی بارها و بارها گرفته میشه و این یک روال هم خلاف شریعت الله و هم خلاف دین الله و هم خلاف قوانینی که خودشان ادعا میکنن او را به خاطر تنظیم جامعه ساختن خلاف از اوست. اگر هدف نهادهای امنیتی حفظ امنیت جامعه باشه، اگر هدف نهادهای امنیتی حفظ مصالح مردم باشه، اگر هدف وجود دولت خدمت به مردم بوده باشه، من باور دارم و یقین دارم به این که نقش علما به خاطر حفظ مصلحت جامعه 100 مراتب بیشتر از اونها هستند. اما اگر اینها خواسته باشن با فشار آوردن علما و با تحت تعقیب قرار دادن علما و دعوتگرا نظم اجتماعی را بر هم بزنن، پس وجود خودشان قطعا زیر سوال است و دروغ بودن خودشان از هر چیز دیگه که آشکارتر هست. همه شما باورمند هستیم که اگر امنیت نسبی هم که در جامعه هست به خاطر وجود علما هست. اگر علما مردم را دعوت به صلح و دعوت به طرف خیر و خوبی و مصالح مردم نتن، چیزی دیگه در جامعه باقی نمانده. ظلم این نظام‌های ظالم به حد شده که هر لحظه باید مردم در مقابل از اینها کاری بکنن. اگر خودشان امیر میخواین، اگر خودشان میخواین که نظم اجتماعی را بر هم بزنن و اگر خودشان میخواین که وضعیت شکننده موجود را شکننده تر بسازن و اعمال ظالمانه خود ادامه بدن و اگر این اهداف را ندارن، زندانی کردن بی موجب علما هیچ امر بجز یک ظلم آشکارا دیگه نمیتونه بوده باشه. و من مطمئنم اما قدری که شما باورمند به بیگناهی مولوی صاحب دست داریم، امنیت از او کده بیشتر باورمند است. به خاطر چی؟ به خاطری که متاسفانه وضعیت امروزی زندگی به گونه‌ای است که نهادهای استخباراتی حرکت‌های کوچک و بزرگ هر که فرد را تعقیب میکنه. ممکن ما شما فقط در حد اون دوستی و رفاقت از مولوی صاحب میفهمیم، اما امنیت تک تک صداهایی را که در هر جا گپ میزنه را ثبت میکنه. اونا خوب میدونن که مولوی صاحب بیگناه است، از ما که باورمندن به بیگناهی مولوی صاحب، اما در نتیجه فشارهای جریانات مغرضی که میخواین امنیت نسبی موجود جامعه افغانستان را بر هم بزنن، علمای ما را زندانی میکنن، تحت شکنجه قرار میدن و با بسیار بیشرمی بعد میگن که بر کسی هم نگین. دوباره تکرار میکنیم، اگر هدف وجود دولت، اگر وجود نهادهای به نام امنیت و فلان و فلانش خدمت برای جامعه و حفظ مصلحت جامعه هست، پس امی مردمی هم که آرام است اینها را هم نارامتر نسازه، امی مردم را هم از خانه هایشان به کوه ها روان نکنه. دعوای از اونها است که ما مردم را از کوه ها به زمین به داخل شهرها بیاریم، به خانه هایشان بر بگردانیم. با این عملکردها چند نفری هم که در این جمانده ای را هم به دیگر جاها روان نکنیم. وجود دولت و وجود نهادهای امنیتی به خاطر شکنجه مردم بیگناه نیست. دزدار هم همگی میفهمند، انسانهای فاجر و بدبخت هم همگی میدانند. همین دین روز بود که نمیفهم چی برگزار شده بود، مسابقه رقص برگزار شده بود و یک پلید خبیث دیگر را برایش قهرمان معرفی میکنه، یک دلاک خبیث برای آن قهرمان در جامعه معرفی میکنه و یک عالم و داعی را به طرف زندان میبره. کجای او جامعه به خیر است و کجای او دولت به خیر است؟ حداقل انسانی است که امت یک کار را بکنه. چی کسی نمیتونه تفکیک بکنه بین یک رقاصه و بین یک عالم دین؟ و اگر نهادهای امنیتی امی تفکیک را ندارن، چی معنا داره اصلا وجود از اینها؟ که یک رقاصه را باید برش قهرمان بده، همه امکانات برش مساعد بکنه، مسابقه رقص برگزار بکنه، زنای مردم را در استودیو برای رقص بکنه، این باشه به مصلحت جامعه. یک عالم و یک دعوتگر باشه خلاف مصلحت جامعه. اگر نهادهای امنیتی توانایی تفکیکی خگب را ندارن، غلط میکنن که خود به عنوان مسئول جامعه معرفی میکنن، غلط میکنن که خود مسئول حفظ تامین امنیت جامعه معرفی میکنن. آیا امنیت جامعه با زندانی کردن علما و قهرمانسازی رقاصه ها تامین میشه؟ و اگر کسی این فهم را داره غلط میکنه با این میفهمش. ما بارها مثل که استادا گفتن از روز اولی که خبر شده مولوی صاحب گرفته، اول یکی از دوستای ما هم شکایت میکنن، میگه شما آرام که شیشتین، خودشان از اون کنج دنیا در زیر نمیفهم در زیر صندلی اگه اونجا باشه شیشتن گپ میزنن. هیچ استاد و عالمی که الحمدلله با مولوی صاحب شناخت داشت آرام نبود از روز اول. تلاش ما این بود که ما اینمی بحران را از راه معقولش ریشه‌ای حل بکنیم. ریشه‌ایش یعنی چی؟ این معضله یک فرد نیست و معضله یک باره هم نیست.
تن مولوی صاحب گرفته نشده، مولوی صاحب معروف راسل گرفته نشد، مولوی صاحب حسیب گرفته نشد، دیگه علمای ما گرفته نشدن. امی معضله با تظاهرات ما تصور ما بود که ممکن حل شود. یک بار گرفته شد، تظاهرات شد، آزاد شد، دیگه بار گرفته شد. اما برداشت ما مشخص است که ما با نهادهای امنیتی بسیار واضح و صریح گپ بزنیم. اگر در نزد شما دعوت به دین الله، داشتن عقیده به قرآن و سنت، دعوت کردن مردم به طرف خیر و خوبی جرم است، بگین ما بفهمیم که مجرمیم. علنی بگین جرم است، ما میفهمیم جرمیم، بعد میفهمیم چی باید بکنیم. و اگر جرم نیست، پس کسی را که میبری بعد ثابت بکنی که جرم کرده. هدف همی بود که با بزرگای دولت هر کسی که بوده باشه، اگر عین است، اگر غین است، اگر نمیفهم فی است، اگر قاف است، هر کسی که از با اینها نشسته شود و واضح و صریح صحبت شود که اگر تو مسئول امنیتی، اگر تو رئیس جمهوری، اگر رئیس اجرایی، اگر رئیس امنیتی، برای ما واضح گپ بزن. اگر داشتن عقیده جرم باشه، ما واضح اعلان میکنیم اینمی عقیده ماست، واضح اعلان میکنیم اینمی دعوت میکنیم، واضح اعلان میکنیم که تربیت ما اینمی نوع تربیت است و برای ما واضح گفته شود. اگر جرم نیست، خودشان، من تکرار میکنم، خودشان میدانن که مولوی صاحب مجرم نیست. گفتم ما شما کمتر از امنیت که در نسبت به احوال مولوی صاحب آگاه ترین، مطمئن باشین کمتر آگاه ترین. پس عملکرد از اینها عملکرد مغرضانه است، عملکرد از اینها عملکرد خیرخواهانه نیست، عملکرد از اینها خودشان میدانن که با مصلحت جامعه نیست. و اگر در نتیجه فشارهای بیرونی مولوی صاحب گرفته میشه، فکر نکنین احمد و محمود مولوی صاحب مثل دیگه مردم واریس یا مثلا علمای دیگه و دعوتگرای دیگه، اینا یک فرد نیستن. مولوی صاحب یک فرد نیست، این یک دعوت است. ما اینجا به خاطر مولوی صاحب به عنوان یک فرد نآمدیم، به خاطر دفاع از دعوت آمدیم. و نه تنهایی که اینا خودشان هم نه، بابا کلانه هایشان هم نه، هیچ کسی در دنیا جلو دعوت دین الله را گرفته نمیتونه. و اگر جرأت دارن و ایمان دارن به اینکه مخالفت دین الله میکنن، مردانه احساسشان بگن ما مخالف دینیم، که من میفهمم پدرشان هم این همت نداره. اگر داره پس اعلان بکنن که ما مخالف دعوت به طرف دین الله هستیم، که بعد فهمیده شه و هر انسانی بفهمه مسئولیت و مکلفیت خود را. از یک طرف داد از دین میزنن، از یک طرف به تعبیر استاد ماده 3 قانون اساسی خود را چیز نوشته میکنن، بعد رقاصه آزاد است و عالم زندانی. این در کجای قانون گنجانیده میشه؟ در کجای قانون وجود داره؟ در کجای نظام وجود داره که داد بزنی به اینکه من اسلام هستم، لاف اسلام را بزنی و بعد یک رقاصه را همه امکانات مادی و معنوی را برش آماده بکنی، همه نیروهای امنیتی تا بسیج بکنی تا از او دفاع بکنه، و باز یک عالم و یک دعوتگر را بدون موجب زندانی بکنی، حداقل بر مبنای معیارهای ظالمانه نظامهای خودتان آماده نمیشن بر از اونها حقوق بتین. حقوق بشری که میگن امیس، دموکراسی که میگن امیس، آزادی بیانی که میگن امیس، و اگر ای باشه ما ازش بیزاریم. هیچ منطق انسانی جور نمیآید و در هیچ منطق شرعی جور نمیآید. برای بار آخر برای نهادهای امنیتی میگن که اینمی معضله را ریشه‌ای حل بکنن. بله ما هم تکرار میکنیم که اگر کسی مرتکب جرم شده بود که توان دفاع از اون نداره، واقعا شرایط هم برای ما اجازه نمیده. ولا تکونوا ظهیرا للمجرمین، از مجرم کس دفاع نمیکنه. او جرمی که شریعت او را جرم گفته باشه، نه هر گپ مسخره را که خودتان جرم معرفی بکنین. اگر مجرم باشه بگین که این جرم کرده، خلاص گپ حل است. در غیر از حالت اگر خواسته باشین و تصور بکنین با تحت فشار قرار دادن علما جلو دعوت را میگیرین، اصلا این آرمان را به گور ببرین. این سرزمین سرزمین اسلام است، این سرزمین سرزمین جهاد و مبارزه هست در مقابل همه کسانی که برخلاف دین الله بوده باشند و همه ما آماده هر نوع فداکاری به خاطر دین الله تا ریختاندن آخرین رمق خون خود هستیم. و این تصور باطل را دور بکنن. این سرزمین بیش از 2 میلیون خون انسان را شهید داده تا در اینجا اسلام حکومت بکنه. و اگر تصور باطل اینهایی بوده باشه که با شکنجه علما، با از بین بردن و شهید کردن علما و با تحت فشار دادن علما میتونن صدای حق را خاموش بکنن، تکرار میکنم غلط میکنن. قاعده الهی، سنت الهی است. اگر ما ضعیف شویم تصور نکنین با ضعف ما دین الله ضعیف میشه. قسم به الله متعال است. الله متعال مردان را
در میان این امت مبعوث بکنه و الله اونها را خلق بکنه که بسیار جرأتمندانه از دین الله دفاع بکنه و این را بدانن که این سرزمین فقط از آن اسلام است و این نظام های پوچ بشری و این چوچه های صلیبی ها روزی از این سرزمین میرن به هر ترتیبی که بوده باشه و این فشارهای ظالمانه را سر علما بردارن و امنیت نسبی موجود جامعه را بیشتر از این مختل نکنن و اگر اینطور نشد ما برش اعلان میکنیم از اینجا در همه ولایات افغانستان اعتصاب‌های را برا بندازیم که شاید خودشان باز جلو از او را گرفته نتانن و او وقت نگن برای ما چرا نگفتیم. امیال براشان گفتیم 20 روز هم صبر کردیم. ما خودم بارها و ساده را گفتیم که خیر بگذارین از راههای معقول و از راههای قانونی مشکل حل شود. اگر نشد او وقت دوباره تکرار نکنن چرا برای ما نگفتیم. و این به عنوان یک حرکت کوچک هم نخواد بوده باشه. یک جریان فکری دعوتی را دشمن خود نسازین. او جریان فکری دعوتی که یک نفر نیست، دو نفر نیست، هزار نفر نیست، میلیون ها نفر است. در همین افغانستان میلیون ها نفر است. پس این گپ را باید درک بکنن. من توقع دارم از کسانی که داد اداره جامعه را میزنن، لاف این را میزنن که ما امنیت جامعه را حفظ میکنیم، عمیق گپ درک بکنن. از دیگه گپا خوب خبرن، این را هم بدانن که این جریان یک نفره و دو نفره و 1000 نفره نیست، میلیون ها نفر تنها در افغانستان پیرو دارن و این غلط را نکنن که مردم را دشمن خود بسازن و مردم را که زندگی آرام خود داره و در اصلاح جامعه کار میکنه، بر تربیت جامعه کار میکنه، اینها را بر علیه خود بسیج نکنن. امیدوار هستم این بینش و این هوشیاری و این ذکاوت در بین کسانی که داد اداره جامعه را میزنه ایجاد شود و هرگز دوباره اشتباهات خود تکرار نکنن و مولوی صاحب را آزاد بکنن. دیگه مولوی صاحبای دیگه هم هست متاسفانه که ظالمانه زندانی است، اونها را آزاد بکنن. الله تعالی بر شما هم پاداش خیر نصیب بکنه. دوستان موجه که در اول ورق بود فکر میکنم او را امضا میکنن، ما همین ورق میبریم برشون که این قدر مردم حداقل امضا کرده. اگر شما خودتان مشکل حل کردین خوب، نکردین هر عاقبتی که ایجاد میشه مسئولش نهادهای امنیتی هستن. درست. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. امروز که ما و تو یهود و نصارا را در سر قبر بد نمیگیم، در مجلس بد نمیگیم، در توی بد نمیگیم، در مکتب بد نمیگیم، در پانتون بد نمیگیم، یک رساله را علیه حرکات تنصیری اینجا نوشته نکردیم. ما در سر قبرم علیه وهابی سلفی در سر منبر مسجدم، در مکتبم، در پانتونم، در مسجدم، در هر جای امی گپ است. رسانه خو بی از او گلاس پیشش نداریم، باید پشت ما بگویا به خاطر که تمویل از اموجه میشه. ما خزوا گله نداریم، خو از تو علم گله دارم. تو چرا اینطور حالات سر ما شروع کرده ای؟ ناحق استم. اگر کدام امر ناحق سر ما دوستا انتقاد اعتراض داره، ما در میدان برش استاد هستیم، از حق دفاع میکنیم. از عقیده یقیده حق میگیم یا باطل؟ یقیده حق گفته روان هستیم. ما تابعدارای دال و خیمه نیستیم که شما کدام فکر دیگر کرده باشه که البته نعوذ بالله سیل واره پیسه از عربستان میایه توزیع میشه کمپل، مردم سلفی کمپل است. ما سلفی کتاب الله و حدیث رسول الله هستیم. ما تطبیق دینی خدا، فهم دینی خدا به فهم سلف، به عمل کرد و تطبیق سلف خود میکنیم و امیر کامیابی میدانیم، خلاف از این ما ناکامی میدانیم. ما اینطور مردم هستیم. چرا؟ سر ما چی میشه؟ این دوستای ما باید بدانن. اینطور فکر نکنه که حرکت چند نفر، چند تا ملاقکاست، یک چند تا محصلین است. این امروز براتان واضح شد ان شاء الله که تنها لیست سلفی از علما را بگیرم در 10,000 نفر میرسه. در 10,000 نفر تنها علما میرسه، دیگر را بگذار. و خودتان میفهمه که نقش علما در جامعه چی است. حکومت هم بدانه، ملت هم بدانه که اگر علما، این جامعه مذهبی و سنتی است، از دین دفاع میکنه و دین دوست داره. اگر علما ادناترین حرکت شروع بکنه، یقین بک اگر کسی جمع کرده بتونه، میتونه جمع کرده؟ نمیتونه. ما در فضای آزاد آواز خود به مو مخالفین خود که هر کس باشه و علیه ما تبلیغات میکنه برش میرسونه. دست به جنگ و جدل نزدیم، شور نزدیم. اگر مسئله جنگ شوه گپ در کثرت نیست. این را یاد داشته باشید. صحابه خیلی کم بودن، خود دنیا را فتح کرده. ان شاء الله
شاید ده اینمی مردم کسایی باشه که سریازی عقیده از جان مال اولاد تیر باشه. هست کسی تیر؟ اگر واقعیت از اخلاص میگیم دو دست بالا میکنیم، دو دست بالا میکنیم. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم، بارک الله فیکم. من میدانم امروز برای کسی نامده، امروز برای خوش کردن کسی نامده. نه من قدر قدر دارم، امروز برای قدر عقیده آمده. این ملت و ولس و علما که از صبح تا حالی را نشسته است به خاطر عزتمندی و حیثیت عقیده نشسته است و از او دفاع می‌کنه. لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، البأر سلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس. ينبوع البطولة، ديننا بدر أنار في الليالي، ديننا الفاروق عنوان الرجولة، ديننا الخنساء رمز للمعالي. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس. في ثرى بدر علينا يجاهد، لقن الأعداء درسا في الصمود. جدنا الزبير لا يخشى الشدائد، جدنا الحمزات صياد الأسود. إننا الأبطال، إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس. جدنا الخطاب في المغرب ثائر، عمر المختار للغزاة قاهر، وابن باديسة وأبطال الجزائر في السماء كانوا للعز شموع.